به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستای گل، خدا کنه جانتون جور باشه دوستا، اوقاتتون خوش باشه. خوش آمدین دوستا در یک برنامه جدید از مو دوستای عزیز. خوش آمدین در یک برنامه از مو دوستا. تا آخر مو ببینده باشین که برنامه چی قراره دیگه. لیلا جان تو سلام کن. سلام دوستان، اینجا سلام میشه جور باش. لیلا جان سلام کن. به نام یاد خدای مهربان. سلام عزیزای گل، خدای نجاتتون جور باشه دوستا، اوقاتتون خوش باشه. خوش آمدین دوستا در یک برنامه دیگه دوستا. من بگا کامنتاشون بخوانیش میدیم و تا آخرم بینده باشیم. اوه آفرین بچه آرش تو در دوستا سلام کن. کومنتار بخونیش. آرش سلام کن. آرش سلام دوستا. آرش یا دوستای عزیز که به می یکی از محمد علی جان سلام نه. همین روز یک دانه دو دانه خوارجان مقصد، یک دانه پیسکیل دیگه، سه دانه کرتی بخشید یا قسم میوه. دوستای عزیز خداوند خوارجان نظرت قبول باشه از درگاه حق. این کرتیشان به جان ریبا جان و لیدا جان است. خدا نظرش قبول کنه، حاجتاش قبول کنه. آن واجد درن مورد خوار گفته که دعا کنه کرتی ایجاد خوارد جان شه. آقای جان تیم گفتی بچه من آجر خدا بچه شفا بده، هر حاجت بره حاجتای تا قبول کنه. ایلا همین سلام. خب دوستای بیننده، دوستای نهایت عزیز، سلام گرم تقدیم به هر دیار سرزمین هستید. موفق و شادکام باشید دیگه دوستا. همین شب یک چیز قسمی که فاطمه عزیز بود، البته یک دسته کمکی برای کودکا که از جمله یک کرتی برای کوری باجان بوده، یک دانه کوری گرم برای لیدا، یک دانه بایسیکل برای آرش جان بوده، یک دانه کرتی هم بوده. دست دو خواهر یا برادر دردناک نکنه. نظر، نیت، خیر، هر چیزی که هسته دیگه واقعا ما سلمانه تقدیر منیم. دوستای از ما امروز کمیتای شما دوستا را به خانش بگیرید که شما دوستا چی گفتین و یک جهان تشکر است. پیامای خوب و خیلی زیاد تشکر است. خب دوستای نازنین، البته ما در بخش فارسی گفتار سواد یک نمیتو سواد است دوستا بخشش کنیم دیگه. در بخش انگلیسی نام برده نمیتونیم که سری نام ای جایی میره مو یک کوزیش میخواهید دوستا دیگه. اگر خواهر اگر برادر اما یک دوست البته در خانهش بگیری بهتره. آره یک دوست نازنین نوشته که فاطمه جان با آرش با آرایش ترین خانم دنیا است. واقعا سه دانه قلبم فرستاده. یک جهان تشکر خوارجان، یک جهان تشکر. خود تو خوبی که دیگر خوب حسنی دیگر خودت شیرینی، خود را دیگر شیرین تر فکر میدی. خب یک دوست نازنین دیگه نوشته در کامنت 100 ساله شوی آرش جان، فاطمه نقش بازی نمی کند. تشکر. خب هر کی جهان تشکر دوستای دیگه. یک برادر دیگه نوشته که تولد آرش جان مبارک، فاطمه خواهد دست درد نکنه، روی خوش کرده. یک دادن قلب مهربان. دادن قلب از من تولد خوارج بیرار. یک جهان تشکر. یک دوست نازنین دیگه ما نوشته که من فقط به خاطر آرش جان لایک کردم. یک جهان تشکر دوست نازنین که تو از طرف آرش جان لایک. یک جهان تشکر. خیلی خوب. باشه دیگه دوست ما چی نوشته؟ خدا جان برای فاطمه خانم صبر و حوصله زیاد بده. مادر بودن سخته، مخصوصا در زمان امیدواری. ما سلمانه تقدیر من از این دوست هر مادری که باری امید داره انشاءالله یک امید نیک باشه. تشکر از یک دوست. جهان تشکر دوست عزیز. یک جهان تشکر. خیلی خوب. باز یک دوست نازنین دیگه ما نوشته که فاطمه نقش بازی نمیکنه. خیلی وسائل چیز خیلی
مادر میماند تشکر فاطمه جان. یک جهان تبریک تشکر. تولد آرش جان نگفتن چند ساله شده با یک پنج قلب مهربان. خورجان یک جهان تشکر دیگه. نویم تقریبا پاک 3 ساله اشته خورجان دیگه. یک جهان تشکر. یک دوست نازنین دیگه ما نوشته که آرش خیلی سفید و تمیز شده، از زحمت های فاطمه گل دستش درد نکنه. خیلی زیاد تشکر دوستای عزیز دیگه. یک جهان تشکر ما کو مثلا نان چماش که چیز از میاد مثلا لباشی بشی و یکم ممکنجی کو نان چماش ما هم خدایی انجام میدیم دوستا دیگه. بله دوستا. دیگه شما هر چی فکر نیم دیگه. بس نه اکل اما برمیگیم چیز نمیدونم خیلی دوست دارم. آفرین بچه من آفرین. آقای خدا نست کمی کنه آراجت خب یک دوست نازنین دیگه ما نوشته ده دست فاطمه خانم درد نکنه، واقعا سخته نگهداری بچه های بی مادر که کسی که تجربه مادری نداشته باشه یک بار 3 فرزند بخواد نگهداری کنه. اجرت با خانم فاطمه زهرا دیگه یک پندانه دیسته دعا را یک دوست یک دنه گل و یک دنه قلب. واقعا یک جهان تشکر. تشکر خورجان. یک جهان تشکر. تو همیشه دعای پیش خدا قبول باشه. خب اینه در بخش کومنت های آقای علیزاده بوده که البته نوشته که سیب آقای علیزاده خوب کلان شده. سیب بوتره دوستای عزیز. آقای علیزاده مامایم کرد دفعه مورون بیچاره خودچیم بیچاره میمود داده اون روز امو سیوا دیگه سیوا خود گونچه سوز مایدان هم نه امور تازه میستود که خود گونچه قوی سیو داره دیگه. یک دوست نازنین دیگه ما نوشته که بسیار فیلمبرداری خراب. دوستای عزیز همی خیر بخشش باشه همی بزرگوارش بخشش که همی کامره از مو همی روی صفحهش گوش کنین وقتات میده دلده اما تو دیگه فیلم میگری تا همی خدا مهربانه دوستا اگه جوشنگیش نگودن گوشی بچه. خیلی خوب. یک دوست دیگه هم نوشته که چی رقم ویدیو گرفتن است، حیف نان به خدا. یعنی آدم البته شاید نظرش نیک باشن. خیر جهان تشکر از پیام‌های بعدی دوستای خیلی زیاد تشکر. شکر که ما پیام‌ها رو میدیم که مخاطرات در اون درست کنی. دیگه شاید انسان به کم کاستنیه. دیگه یک دوست دیگه ما نوشته که محمد علی جای اون همه حرف زدن باید یه فیلم را چیز کنه ایدیدی فیلم را یاد بگیر دوستا. یک ساز نبوده اما تشویق شما عزیزا بود باشه دو تلاش منیم ما در قسمت گوشی یک کشوری که ضعیف ناتوان برادر مو به اون قطع گوشی هم استفاده دیست نداره که ویدیو شفاف خدا باشه. بزرگه بشک آدم خدا داشته شه دوستای خدا بزرگه از یک رانه از یک بعد رانه. یک دوست دیگه ما نوشته که خیلی قشنگ دیگه منظورش همین برنامه بوده به نظر دسته نقل. یک جهان تشکر دوستای عزیز. خب یک دنه پیام دوباره هم تکراریش که آجاد بخونم عنوان آقای علیزاده سیده. خب یک دوست دیگه ما نوشته که خداوند شفا بده. اینا دوستای عزیز قبل شما خواهدید. یکی دیگه عنوانش به عارف جان بده که موفق باشی عارف جان. آجور باشه دوستای عزیز تو موفق و سرفراز باشه. دوستا بعضیش همونطور به ترجمه انگلیسی به زبان انگلیسی دیگه که ما معذوری از این کار. خب یک دوست نازنین دیگه ما نوشته که لباس گرم در بیرون در جان آرش جان دیدین تر سیستر است. آره دوستا افغانی پشت دیگه اون راست جورابشون دسته خانه تا جیب ما بود تا پایش دادم دوستای عزیز
اونی افغانی پشتت یا کشتی نپشتیره او قصدره سه چهار دم کشتی شکردره این دیگه یک دوست نازنین میگه ما همش قلب روان کنه. یک جهان تشکر قلب تشکر مهربان بده دوست. خب یک دوست نازنین دیگه ما نوشته که ماشاءالله فریبا جان چه خوب لباس پوشیده. مو خوارجان که ایتا دوست از رنگ و رنگ هم باید بشه. خیلی خوب. یک دوست دیگه ما نوشته خوب معلومات داری درباره مردم، که منظورش نبوده تولیده دیگه. یک جهان تشکر دوست عزیز که رقم بودن پیام بودن خیلی زیاد تشکر که مثلا رقم بوده دیگه. خب یک دوست دیگه ما نوشته که آرش از چهره مثل فاطمه است، خیلی به فاطمه میاد، فقط اولاد خودش. دوستای نازنین وقتی آدم قلب به یک نفر میسپارد جای اولاد میشه دیگه، یکی جای شک نیست، از مهربانی آواز میشه. آره دیگه دوستای عزیز خوب نظراتی دید. خیلی خوب. یک دوست نازنین دیگه ما نوشته خیلی عالی فاطمه خواهر عزیز. یک جهان تشکر دوستای عزیز. خب بازم یک دوست دیگه ما عالی بود فاطمه عزیز با پندن قلب مهربان. جهان تشکر دوستای عزیز. شاش دل قلبت میده ترسته. خیلی خوب. چیز خیلی خوب خوش گذشت. عروسی خوش گذشت. بله دوستای بله عزیز خیلی خوش گذشت. موکی مزد داد موکی. اگه که توی لوکس بود که موکی بخی نباد مست شده. امی خانه خصوص والش همون سر بود، همون ترالقای تیلا آردد که امی تر قدر لوکس بوده بود، جا لرسیش به قدر لوکس بود. خب دوستای نازنین یک دوست گرانقدر دیگه هم نوشته که ماشاءالله هزار ماشاءالله همیشه خوش باشه و خیلی عالی. عالی جور باشه دوستای عزیز. جهان تشکر. فاطمه جان امو آرش یک بار از طرف من ماش گفت که خیلی قندول است. واسه دوستای با یک عزیز. قلبی خیلی کوچولوی مهربان. یک جهان دوستای عزیز تشکر باش. خب یک دوست نازنین دیگه نوشته که چقدر از این آدما بدم میاد که ندانسته حرفی الکی و حرف میزنه. تو از کجا میدانی که لباس بچه ها را فروخته و اون بنده خدا به نحو احسن از بچه ها نگهداری میکنه و باز هم شما حرف بهش میزنید. البته این دوست پیش کنم از ایران بودن. خب نمیدانید که نگهداری از سه بچه چقدر سخته. دوستای عزیز دیگه خیلی مثلا ما گفتم نظری خوب بچه مشکرنی خیلی خوشم داره دوستای عزیز. تشکر یک جهان تشکر دوستای عزیز مثلا که نظرم دید خیلی کس خوب میگه بد میگه خودش واکن. خب دیگه دوست ما نوشته که آفرین فاطمه جان بچه ها خیلی فرق کرده، تمیز شده. دوستا چیزی که در توان داره اما هم فاطمه عزیز دیگه تلاشای انجام میدی، بالتر از توان هیچ کس نمیتونه بالاخره حرکت کنه. یک دوست نازنین دیگه ما نوشته که سلام فاطمه جان آفرین از بچه ها خوب مواظبت کردی، خیلی خوب شدن، خداوند خیر دنیا و آخرت نصیب کنه. انشاءالله بهترین مادر هستی و برای بچه ها فقط بیرون رفتن همگی شما کالا شویی و لباس گرم بپوشیم. البته نظر میگه تشکر جانی برا جانی یک جهان تشکر تورم در دنیا و آخرت خدا بالفضل بیبی فاطمه چیز گرفتاری تر کم کنه دیگه. دیگه دوست نوشته که دست تا درد نکنه، نگهداری از بچه ها سخت مسئولیت سنگین قبول کردید، انشاءالله خدا کمک کنه. آمین دوستای عزیز دعای شما خاطر باشه. دیگه یک دوست مهربان دیگه ما نوشته که آرش جان قندا لطفا
جوراب در پایش بدهی. نه دوستای عزیز میگی یک تنه خوار سنگ ماشه را یک تپیس یک مست کیلو ما اونور ما در توی رفتیم در پایش دادیم اینجا در خانه سراسمش اینجا خطنو پایت برد اما تو سراسمش دوستای عزیز بخشش باشه که بعد یک دوست دیگه ما نوشته که چقدر خوشتیب فاطمه. فاطمه با بچه های نازنین همچی مقبول شدن. تشکر دیدگاه و نظریات شما یک جهان دوستای تشکر خود گوشم دوستا خوب دوستای شد عزیز مور فاطمه دوست را مور رقم جراب و رزل خود میگه. خب سری آرش کمره مخفی رفته بودیم، خیلی خوبش بود دیگه با چند تا قلب مهربان. یک جهان تشکر دوستای عزیز خوب بچه. یک دوست نازنین دیگه ما نوشته که موفق باشید خواهر گلم. یک جهان تشکر دوستای عزیز دیگه از پیام خوب بچه. بچه اجازه بدید دست خانم هیچ فلسطینده نوشته بودن درد نکنه لطف کردن قبول زحمت کردن. البته منظورش این بوده که خانم فرشته نجات اینه تو مثل فرشته در قلب از عزیزا زد. البته در قلب کلگی جای گرفته. برای پیام بسیار زیبا و قشنگ. یک دوست دیگه ما نوشته فقط موفق باشید یک قلب با یک گودی. یک جهان تشکر قلب نازنین دوستای عزیز طرف از مو رفته دوست. یک دوست دیگه ما نوشته که معلوم نیست سوپروایزر چی باشه. آره دوستای عزیز اون مایک بود دیگه فهمو مثلا یک از توریلی داجان باشد که مایگه. خیلی خوب. باز دوست دیگه ما نوشته که تشکر از بنده خدا که مایک فرستاده واقعا کیفیت صدا خیلی پایینه. دوستا فکر کنم که این مایک که فرستاده یا کدام لوازم برقیه دیگه. آره بیچار یک کم ضعیفی هست مرا عذر میخوایی دیگه. خیلی خوب. یک دوست دیگه ما نوشته که دوست دیگه ما نوشته پیش روی خانه شما چی جور چیزا کودی پیش خانه تان را خواه منظور شما چی بوده؟ خود دوستا خانه قدیمه دیگه ما وصل توانی جدید نداره که نقشه جدید آره اون برفنداش دوستا شخر نزید در فرکون بریل در اون شیری خیلی شد. خب یک دوست دیگه ما نوشته که وا فاطمه خودش میفهمه که چقدر مواد دیگ بندازه چقدر آب بندازه چی لازمه که محمد علی از پشت کامرا دستور میده. دوستای عزیز ما میگیم خواه آتم از پشت کامرا گریست رو داد. نه او دوستای عزیز ما مثلا درست میفهمیم که محمد علی دوین زیاد از دایده خوش نمه این ماده دیگ را رقم کنم شو فهمم دیگه دیگ چقدر دایده میره جهان تشکر دوستای عزیز پیامای خوب شد. باز یک دوست دیگه آفرین صد آفرین فاطمه خواهر نازنین. خیلی زیاد تشکر دوستای عزیز. باز یک دوست دیگه ما نوشته منظورش از چیزای خوردنی بوده که نوش جانتان دست درد نکنه فاطمه جان. یک جهان تشکر دستم درد نکنه. شما دستان قد از من ننوشم کده شما نبودید. خب یک دوست نازنین دیگه ما نوشته فاطمه جان دستش بیباز آب خیلی سرد است. آبی چه ساله بوده سرده؟ آبجوی دوستای عزیز بوده؟ دستکش. واه دستکش داره دوستای دستکش آبدم در روز کلاشوی دیست کدیم و پارش ده آب مورد هر دوستای عزیز موشم یک جهان پیام دیگه دو قلبه باز نوشته که نوش جان همه تان بسیار عالی با دو قلبی دیگه اضافه. یک جهان تشکر دوستای عزیز که دوستای عزیز جایشون خالی خب دوست دیگه ما نوشته که خیلی عالی با 6 قلب مهربان. اینو فکر کنم که
رسن پیام‌ها خیلی زیاده. آره دیگه دوستای عزیز دوستا خواهش مور بخشش کنین دیگه. نهایت میشه زدنش. باز یک دوست دیگه ما نوشته که یک دیگ بخار بخریم در مصرف سوخت سرپرجویی میکنه دوستا دیگه. خانه نو زندگی نو بالاخره بعضی چیزا کم بوده اما زمان میخواهد که ما بگیری کمبوتات هسته بازم از پیش خدای خمون ناراض نیست. خدا مهربانه دیگه. عزیزایی که مورد بیننده فکر کنم که کنون خانیان به پایان رسیده. دوستای عزیز تره دادم محمد علی کمیت های شما دوستا خیلی زیاده، برنامه طولانی میشه بخششون در سر دوستا شما رو ندی ما یک شیرم بگیم. چی؟ نماز صبح رویش برخیزه نه است. نماز صبح برخیزه. نماز صبح رویش برخیزه است. مسافر هر کجا باشد نگهبانش خدا او بچه اوی نرخمه نماز صبح برخیزم دستم بر دعا باشد مسافر هر کجا باشد نگهدارش خدا باشد. بچه اوی نرخم خونده میشن. باز آفرین بچه خدای جهان تشکر اوی که در جانم برنامه باشه. ادامه بدی جرأت باز مرا بیش بچه کنی ما یک انگلیسی دستم. بگی بگی بخشید دوستای فیش ماهیه. پیش ماهی یا خود دیگه فیشی کچسه. کچسه. دوستای عزیز نظرش بدین که فیلیتا جان آفرین یا دوستای عزیز مورا مثلا لایک زنگوله رو فشار بدین. خدایا رو نگهدار.